به خوبی خوشیدوار ولی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در جاده زیبا. خب دوستان نهایت گرامی، هم از چهارراهی شیرپور شهر کابل، چهارراهی یا جاده اصلی که بگوییم دوستان عزیز اینمی هست. این طرف دوستان عزیز که سلو هم تو با پیش بیاییم، ریاست سواد آموزی و معاونیت تعلیم و تربیه را میبینیم. اون طرف هم دوستان عزیز شفاخانه امرجنسی شهر کابل هست و اینی را سلام و درود نثار شما خوبان و عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشیدوار و سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در جاده زیبا مقبول و مشهور شیرپور شهر کابل هستیم. یکی از جاده های مشهور و عالی افغانستان. قسمی که بیننده هستیم دوستان نهایت گرامی، جاده شیرپور یک جاده که نسبتاً آرام و سبز است دیگه دوستان عزیز. حالا خب یکی ابر است، یکی درختان تازه شکوفه کردن و قدر هفته و نداره، اما بس از وقتای چاشت که بیاین یک ذره چی میگن امی آفتاب سوزان میشه و یک ذره آدم اذیت میکنه. حالا خوب است هفته هم نیست، درختها هم سبز هستن و از دوستان عزیز بخشین که ویدیو را قطع کردم. میگفتم که زیبایی شیرپور همچنان دوستان چند شده. دوستان عزیز البته این جاده مکملا مربوط به شیرپور نمیشه، یعنی که فقط این جاده شیرپور نیست. شیرپور یک منطقه که نسبتا بزرگ و زیبای افغانستان است یا از کابل که او طرف چهارراهی هم ادامه داره و امتداد داره. اون چهارراهی دوستان عزیز چهارراهی شیرپور است که بیشتر بریم حالا باز بهتر در تصویر میبینیمش. راه وزیر اکبرخان دوستان عزیز و مکرویان هم تو اگر روبروی برین طرف چهارراهی یک چهارراهی یک دیگه طرف هست زنبق. البته دوستان چهارراهی زنبق هم راهش اون طرف هست و این بخشا دوستان عزیز دیگه در همین دور بر هستن. البته دوستان عزیز رو براتون بگویم که ساحات که اون طرف میشه دیگه ساحات سبز هستن. منظور از این که ساحات امنیتی گفته میشه، چون که دوستان عزیز سفارتخانه ها و وزارتخانه های افغانستان قرار دارن. مثلا دوستان عزیز این همی قسمت سفارت جمهوری اسلامی ایران، کشوری که در سمت غرب افغانستان موقعیت داره و قرار داره هست و همونطور پیشتر هم دوستان عزیز در هر جای گفتن که کجا به کجا میره در لوحه ها. البته دوستان طرف دست چپم دوستان عزیز اگر از این قسمت دور بخوریم به طرف
کجا برتون بگویم، شهر نو دیگه میرسیم. خوب دوستان، نهایت گرامی هم از چهارراهی شیرپور شهر کابل، چهارراهی یا جاده اصلی که بگویم دوستان عزیز اینمی هست. این طرف دوستان عزیز که سلو هم تو با پیش بیاییم، ریاست سواد آموزی و معاونیت تعلیم و تربیه را میبینیم. این طرف هم دوستان عزیز شفاخانه امرجنسی شهر کابل هست و اینی را هم دوستان عزیز یکیش طرف میدان هوایی هم را داره دوستان عزیز، طرف مکرویان هم مو را میرم دیگه و طرف چهارراهی مکرویان، اگر شما نکنم نامم چهارراهی کنم چیزی بود، خوب یک نامک داشت، او چهارراهی هم میرن دوستان عزیز. این از اینجا دور میخورن باز میرن طرف وزیر اکبرخان. از وزیر اکبرخان چهارراهی ساعت آمد دوستان عزیز، البته آواش یادم آمد نامش، چهارراهی ساعت آمد، باز از ساعت آمد تو پیش میرم. برای مو طرف سرک دوستان عزیز دوستان عزیز سوپرمارکت و مهمانخانه ستاره شیرپور. تو دوستان عزیز اگه دوباره دور بخوریم پس بریم طرف چهارراهی. طرف چیز خاصی نیست که بخوایم ببینیم، مبل تبدیلی و روغنیات هست که در تصویر بیننده هستین، یک خوراک فروشی است و بس خلاص. اینا بادرنگ آمد دوستان عزیز، بادرنگ شیا داریم، یعنی بادرنگ های فارمی و وطنی. خب دوستان نهایت گرامی و حدیث، انشاءالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کرده در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.